سلام دوستان عزیز، به کانال آموزش انگلیسی ما خوش آمدید. امروز درس بسیار مهمی داریم در مورد سوال جواب و معرفی کردن خود ما. لیسن 3 درس سوم پرمیشن معرفی کردن، یعنی خود را بخوای معرفی کنی برای کسی یا از کسی سوال کنی نام شما چی است. در این درس میخوانیم، بسیار درس مهم و جالبیه، باید گوش بدین، متوجه باشین. I به معنی من، I am من هستم، یعنی I am علی، اسم من علی هست. دوستان عزیز با من تکرار کنید تا در ذهنتون جایگزین شود. What به معنی چی؟ What is your name؟ نام شما چی است؟ وقتی پرسان کنی علامت سوالیه باید داشته باشه. My name is علی، نام من علی هست. البته و این what هم سوالیه را میرسانه. What is your job؟ شغل شما چی است؟ I am student، من شاگرد هستم. What is your nickname؟ تخلص شما چی است؟ My nickname is رسا، تخلص من رسا هست. دوستان عزیز شما میتونین همین رقم که ما جملات درست کردم شما یا همانند اینا جملات دیگر هم درست کنین. What is your address؟ آدرس شما چی است؟ I am from Kabul، من از کابل هستم. مثلا میتونی از جای دیگه هم بگیم. Where؟ کجا، یعنی مربوط جای میشه. Where are you from؟ شما از کجا هستید؟ I am مخفف شده I am from Canada، من از کانادا هستم. Where is your pen؟ قلم شما کجاست؟ My pen is in my pocket، قلم من در جیبم هست. این یعنی در داخل چیزی باشه. Where is your notebook؟ کتابچه شما کجاست؟ My notebook is in my bag، کتابچه من در ساکم هست. Why؟ چرا؟ Why are you fighting؟ چرا شما جنگ میکنین یا می جنگین؟ که مردم ما همیشه در حال جنگ کردن هست دیگه، هیچ معلوم نیست دلیلش چیه. Why he writing؟ او چرا می نویسد؟ Because that is important، به خاطر که اون چیزی مهم هست. Why they are looking؟ چرا اونا نگاه میکنند؟ Because it is یا مخفف شده it's funny، او یک چیز دلچسب و دیدنی است که اونا نگاه میکنند. Which کدام؟ Which is your comment؟ کدام نظر شما است؟ The first one is mine، نظر اولیه نظر من است. Which is your son؟ کدام بچه شما است؟ The biggest my son، اونی که کلانترین هست بچه من است. Which one is your phone؟ کدام یکی تلفن شماست؟ The white phone is mine، اون تلفن سفید از من است. دوستان عزیز با من تکرار کنین تا در ذهنتون بمونه. When برای وقت استفاده میشه، چی وقت؟ When you come here، چی وقت آمدی اینجا؟ I'm coming at 8 o'clock، من ساعت 8 آمدم اینجا. When you get back my pen، چی وقت قلمم را پس میدی؟ قلمش را گرفته، حال قلم طلب داره، کی پس میدی؟ It is ضمیر اشاری نزدیک. It is my channel، این کانال من هست. What is it؟ این چی هست؟ ضمیر اشاری یک چیز دمیدش را اشاره میده. It is یا it's my pen، این قلم من است. It is not my pen، این قلم من نیست. It is a cat، این یک پیشی هست. It is not a cat، این یک پیشک نیست. That ضمیر اشاری دوره، یک چیز دوره که اشاره هم نمیگه او چیه. What is that؟ آن چیز چی هست؟ That is a book، آن چیز یک کتاب است. That is your choice، آن انتخاب شماست. یا that's your choice، آن انتخاب شما هست. یک چیز اشاره دوره، مثلا میگه فلان خانه انتخاب کده، میگه آره اون انتخاب از مایم. That is not your choice، آن انتخاب شما نیست. میگه که او خانه را که تو انتخاب کده و انتخاب از شما نیه، او چیز دیگه ایه. That is your class، اون کلاس یا صنف شماست. مثلا در بیرونی سوال مونه. تشکر از این که تا اینجای برنامه با ما همراه بودید. امیدواریم لذت برده باشین. لایک، سابسکرایب، کامنت یادتون نره تا درس‌های بعدی را در اشتراک بگذاریم. درس‌های مهمتری هم هست، شما هم در جریان باشین.